گروه یکم سیستم دوری را چی می‌نامند؟ گروه یکم سیستم دوری را گروه متال‌های اشعاری می‌نامند. معنای لغوی اشعار خورنده میباشد. با این گروه المنت‌های هیدروژن، لیتی، ناتری، کالی، روبیدی، سزی و فرانسی داخل می شود. گروه دوم سیستم دوری را چی می نامند؟ گروه دوم سیستم دوری را گروه متال های اشعارزمینی می نامند. با این گروه بری، مگنی، کالسی، باری و رادی داخل می شوند. گروه هفتم سیستم دوری را چی می نامند؟ گروه هفتم سیستم دوری را گالوگن ها می نامند. معنای لغوی گالوگن نمکزای می باشند. با این گروه فتور، خلور، بروم، یود داخل می شود. گروه هشتم سیستم دوری را چی می نامند؟ گروه هشتم سیستم دوری را گازهای اینرتی یا اصیل می نامند. با این گروه گلی، نیون، ارسن و غیره ها داخل می شوند. المنت وزنین ترین سیستم دوری دیمیتر ایوانویچ مندلیف کدام است؟ المنت های وزنین ترین در سیستم دوری پلاتینا و اسمی می باشند. یک متر کوبی آنها برابر است به 22.5 تن. المنت الکترومثبت ترین در سیستم دوری مندلیف کدام است؟ المنت الکترومثبت ترین در سیستم دوری فرانسی می باشد. المنت الکترومنفی ترین در سیستم دوری مندلیف کدام است؟ المنت الکترومنفی ترین در سیستم دوری فتور می باشد. المنت فعال ترین گروه دوم سیستم دوری مندلیف کدام است؟ المنت فعال ترین گروه دوم سیستم دوری رادی می باشد. کدام المنت با نام مندلیف گذاشته شده است؟ المنت 101 با نام مندلیف گذاشته شده است.